خدمات مطبوعات فیسبی جمهوری یوقوتستان روسیه خبر داد که یک زوده تاجیکستان با نام ر از حق ورود به روسیه به مهلت 30 سال یعنی تا 31 مای سال 2051 محروم کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه رسمی. مقامات امنیتی یوقوتستان میگویند که شهروند ر سال تولدش 1974 هنگام عریضه دادن برای گرفتن شهروندی روسیه به مقامات مهاجرت درباره خود معلومات بر دروغ داده است. او را از جمله به آن گناهکار میکنند که اشتراک داشتن در جنگ شهروندی تاجیکستان از جانب مخالفین اسلامی را پنهان داشته است. گروه مسلح را یک خویشاوند او که سازمان تروریستی تشکیل کرده بود رهبری میکرد با مقصد پنهان داشتن شخصیت خود، همچنین از ترس کشیده شدن به جوابگری جنایتی در تاجیکستان در عوض پول نام و نسب خود را در شناسنامه ملیش عوض کرده است. گفته می شود در اطلاعیه فیسبوک. اما شخصیت ر و همچنین شخصیت آن فرمانده نیروهای مخالفین تاجیک که ر گویا تحت فرمان او می جنگید آشکار کرده نشده است. در ماه اپریل سال 2021 این رزمنده سابق اتحاد مخالفین تاجیک را بر اساس قرار وزارت کارهای داخلی یوقوتستان بازداشت و در بازداشتگاه موقتی مهاجران خارجی جو کردند. بعد لغو شهروندی روسیه‌اش از روسیه به تاجیکستان اخراج کردند و برای 30 سال یعنی تا 31 مای سال 2051 از حق ورود به قلمرو روسیه هم محروم شد. درباره سرنوشت او بعد اخراج از تاجیکستان معلومات در دست نیست. معلوم نیست که او را بعد رسیدنش به وطن دستگیر کردند یا خیر.